میخوام بگم این پسره تو کارش ماهره، آموزش دیده است، اونم خیلی خوب. مثل همینجا این حرکت، اون تنابو قبل از اینکه به پاش بپیچه پاره کرد. کار هر کسی نیست، باید تمرین شده باشه. و همینطورم اون چاقو چی؟ چاقوهای زیادی میشناسی که بتونه تمام کنه؟ نه زیاد. نه زیاد نیست. همون مهارت سابقه داری؟ همون مهارت سابقه داری؟ همون مهارت سابقه داری؟ همون مهارت سابقه داری؟ فراموش کردن اون شب کار سختیه، مگه نه؟ یه جورایی خیلی شکسته بزرگتون، شاید بزرگتونش، ولی مطمئنن نه آخریش. درسته؟